سلام، با آموزش مجازی پر طاووس در خدمتتون هستم. ابتدا خطی به شکل آی با کلاه رسم می‌کنیم و نگین متریمون رو می‌دوزیم. نگین پایگی و سنگ اشک رو در انتهای نگین متری دوخت می‌زنیم. از کنار نگین پایگی سوزن رو وارد پارچه می‌کنیم و یک کریستال اشک و 2 تا منجوق وارد سوزن می‌کنیم و به شکل اوریب می‌دوزیم. این دوخت رو تا انتها می‌ریم. مرحله بعد ما بین کریستال های اشکمون سوزن رو وارد پارچه میکنیم و یک کریستال گندمی و 2 تا منجوق وارد سوزن میکنیم و میدوزیم. برای زیبا شدن کارمون از نخ گلابتون روی کریستال هامون میتونیم دوخت بزنیم. در انتها خطوطی منحنی شکل در اطراف نگین متری رسم میکنیم و با مادام و منجوق به صورت ممتد دوزی یا ساقی پیچ میدوزیم.